این از یکی از دپارتمان های دانشگاه ملبورن، دپارتمان اینفراستراکچر. چی میشه به فارسی؟ نمیدونم. به حال من که اولین بار میام دانشگاه ملبورن. دانشگاه ملبورن یه مقداری ممکنه هم ساختمان‌های مدرن داره و هم به سبک هری پاتری. من فقط دانشگاه RMIT و مرکز شهر یه مقدارش دیدم، ولی خودم دانشگاه سوینبرن دکترا هم بودم. بریم این اینفراستراکچر انجینیرینگ رو ببینیم که میتونیم سوالمون رو بپرسیم که داستان چه قراره. خب در این دیپارتمان فقط با سوایپ کی مثلا که باز میشه، منم اکسس ندارم بهش. دانشگاه اینجا همینجورین. مثلا من نمیدونم این تحصیل تکمیلی اینا کجاست که من بتونم سوال بپرسم. بکنم بعد دانشجوها بپرسم. خلاصه من کم چرخ بزنم ببینم که بعد چیکار کرد، یا نمیدونم وقتی یکی میره داخل باش بپرم داخل. شمام ریخت. این درها همشون سوایپ کی میخوان. بعد من دو تا دختر اومدن، خودشون هم نتونستن در بود. من از داخل دکمه سبز رو فشار دادم، در باز شد. بعد گفتم حالا که من به شما کمک کردم بیاین داخل، من یه سوال دارم. یکیشون که فرار کرد، اون یکی هم گفت no more question. نه عجب آدمایی. دوباره یه پسر دیگه هم داشت رد میشد. از اون گفتم که یه سوال دارم کمک بکنید، اونم گذاشت رفت. یعنی که حالا توی یک جامعه مولتی کالچرالی که مثلا یکی رد میشه یعنی هر ثانیه هر کی رد میشه از یه ملیتیه، چیزی واقعا عجیب غریبه. فکر کنم هنوز اینا احتمالاً بعد تفاوتایی توی استرالیا، آمریکا و کانادا باشه که نمیدونم. شاید هم من خیلی راحت مثلا صحبت میکنم، ولی نه مردم خجالتی هست یا میترسن من چی بهشون بزنم. فقط تیپ من به دانشجو نمیخوره. شاید فکر کردن که مثلا من من این ساختمون خوشگلشه. حالا یه دونه از این خانم هندی بود، کمک کرد، گفت برو استاپ 1 سوال پرس. بریم ببینیم که جواب سوال ما رو خواهد داد یا نه. خلاصه اومدم اینجا یه صحبتی کردم باشون، صبر میکنم تا یکی بیاد کمکم کنه. بهشون هم گفتم که من کم و بیش عصبانیم به خاطر اینکه دانشگاه کارشو درست انجام نمیده. چیزی نزدیک به 20 دقیقه صبر کنم. اسم رو گذاشتن اینجا، اسم من هنوز نیست توی این ویتینگ که هر کی نوبتش. اسم من اومد FOO6 بهرنگ. من هنوز تو ویتینگم، منتظرم تا نوبتم بشه. SMS اومده که نفر بعدی توی یا توی ویتینگ ایریا منتظر بمون. که مشکل دیگه تمام داستان رو از صفر دوباره برای همشون توضیح بدیم. اگه بخوای خیلی ساده بهش نگاه بکنی اینجوری که مثلا ساده بهش میگی من این کورس رو میخوام بگیرم، مثلا ایمیلم زدم درست میشه، ولی نه من اینجوری صحبت نمی‌کنم. من حمله میکنم که چرا تایتل ایمیل نو ریپلای، چرا یک روز کاری ما وقت میدید و بعدش هم 2 ماه مونده تا شروع کورس شما اتفاقا آخر جولاییه. برای چی 8 میل ایمیل میزنی میگی 9 میل داشت من بفرست؟
بعد 14 روز کاری من وقت بدیم والا. ایران وقتی میخوایم مثلا یه کورسی رو تو دانشکده شیمی برداریم میگه دانشکده شیمی، اگر هم میخوایم کورسی رو برداریم دانشکده عمران میگه دانشکده عمران سوالات رو میپرسیم، یا اگر یکی از میگه که جواب سوالات بده یا بگی مثلا برو آموزش تحصیل تکمیلی یا مثلا اسمش رو میگه اصلا یادم نمیاد. اینجا از تجربه سوینبرن میرستم که خود دانشکده نمیشه رفت. من مستقیما دانشکده که مثلا حالا دیگه بپرسم دیگه، یکی بپرسم که از کی باید بپرسم. معمولا یک جایی هستش که به صورت سنترال هست که اونجا مثلا